بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا سنی بودم و شیعه شدم و خواستم به همه برادران اهل سنت تقاضا بکنم که کتاب‌های خودشون رو بخونن. کتاب‌هایی مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، نیشابوری، دینوری، زهدی، کتاب‌های ابن حدیثه و کتاب‌های همبر. در این کتاب کفر ابوبکر و عمر و عثمان ثابت شده. اینا خیانت‌هایی به اسلام کردن که تا همین الان ادامه داره. تمام مشکلات دنیا که در بین مسلمانان و کشورهای دیگه هست همش از عمر و عثمان و ابوبکر و عایشه میباشه. شما نگاه کنید ببینید بهترین و بیشترین قاچاق هروئین از افغانستان وسیله سنی ها به تمام دنیا پخش میشه و تمام این تروریست ها سنی بودن و هستن. توی کتاب های شما نوشته شده که ابوبکر و عمر و عثمان از جنگ ها فرار میکردن و خداوند آیه فرستاد که اینا که از جنگ فرار میکنن کافرن و در برای زنهای پیغمبر سوره تحریم تمام درباره عایشه و حفصه است که اینها دلاشون از راه خدا کج شد و خدا اونها را نفرین کرد. و در کتاب صحیح بخاری از عمر پرسیدن اون دو تا زن پیغمبر که از پیغمبر دست آنها ناراضی بود کی بود؟ عمر گفتش که حفصه و عایشه. این در خلافت خود عمر بود. در موضوعات دیگه این مثل که عمر در نمازها باد دل خارج میکرد یا میگوزید. این در کتاب های معتبر شما هست. کتاب تاریخ بغداد ایمان ابوبکر را ایمان ابلیس رو با هم برابر دانسته. شما بریم بخونیم. و در کتاب صحیح مسلم عمر قدس دادن بلد نبود. این در خلافت خودش بود، نه در زمان رسول خدا، نه در قبل از رسول خدا. اصلا قدس دادن هم بلد نبود. به شخصی گفت من بلد نیستم برو نخون اصلا نمازه. اینجور خلیفه ها نمیتونن خلیفه خدا باشن. نه سواد داشتن نه حرامزاده که بودن. شما داستان بیوگرافی عمر رو بخونید ببینید از کی به دنیا آمده، چطوری به دنیا آمده. ببینید آخه 140,000 پیغمبر که ما داشتیم هیچ کدومشون بتپرست و حرامزاده نبودن. چطور میتونه عمر از خانواده‌ای که پدر با دختر ازدواج کرده و نتیجهش عمر خطاب شده میتونه این جانشین پیغمبر باشه؟ و بتپرست بودن. و احادیثی هست در کتاب‌های معتبر شما مثل دینوری که در خانه خودشون زمانی که مسلمان شدن بت‌هایی داشتن و بت‌ها رو در جنگ‌ها با خودشون می‌بردن. من نمیدونم قرن 20 که مردم دانششون زیاد شده، این همه اینترنت هست، این همه کتاب‌ها هست میتونید شما بخونید، چرا شما غرورتون و کورتون کرده و این چیزا رو می‌بینید ولی باز هم میگین ابوبکر، عمر، عثمان رضی الله، اینا که دختر رسول خدا رو شهید کردن، اینا که ملک فاطمه زهرا علیه السلام را دزدیدن ازش گرفتن، اینا که تو جنگا فرار میکردن، اینا که سر نماز میگوزیدن، اینایی که در موقع مرگشون میگفتن کاش ما کثافت انسان بودیم به دنیا نمیومدیم. این گفته معروف عمره که در صحیح بخاری هست. من نمیدونم هر کس خواست این دلایل رو بدونه به من ایمیل کنه، من تمام اینا رو با کتاب و صفحه و جلد و براشون میفرستم. اینا در کتاب‌های مهم شما چاپ بیروت نوشته شده. در پارت دوم این فیلم من تمام این احادیث رو با صفحه همه چی میگم. حتی در تمام کتاب‌های شما حتی یک دونه حدیث شما ندارید که رسول خدا گفته باشه من بعد از من ابوبکر عمر خلیفه است. در صورتی که شما در کتاب‌های مختلفتون دارید که رسول خدا به ابوبکر گفت تو مشرکی و حتی گفتش که رسول خدا فرمود من فاطمه زهرا پاره جیگر من است، هر کی اون رو عزت کنه من رو عزت کرده، هر کی من رو عزت کنه خدا رو عزت کرده، خدا از اون ناراضیه. ببینید در خطبه که فاطمه زهرا علیه السلام خون گفتش که من از ابوبکر و عمر و عثمان ناراضیم. شما پس دلیل چی می‌فهمید؟ یعنی که خدا از اون ناراضیه. شما اینا رو بخونید. شما که میگین هر کی صحیح بخاری و صحیح مسلم رو قبول نداشته باشه
زنش برش حرام باشه یا مسلمان نیست، خب اگه اینا رو میکنی پس باورم باید بکنی، چون گفته خود عمره. شما اگه به عمر احترام میذارید گفتش هم قبول کنید که گفته من کاش کثافت انسان بودم به دنیا نمیومد. اصلا شما اگه بیوگرافی عمر رو بخونید، اولین روزی که به خلافت رسید گفت خدای من آدم نیستم، منو آدم کن. بس که باید اخلاق بود، بی خودی مردم رو کتک میزد، مردم رو غارت میکرد. شما یه دلیل ندارین یک دونه جمله خوب آقای ابوبکر عمر عثمان نگفتن تو تمام کتاباتون. در صورتی که نهج البلاغه رو که میخونین آدم هوش از کلش میره. من دیگه حالا اینجا رو قطع میکنم و پارت دوم تمام دلیلا رو از کتابا براتون میارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.